سلام به همگی، خوش اومدید به ویدیو دیگه. میخوام آموزش بازی بلک جک رو با هم دیگه ببینیم و بهتون آموزش بدم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. خب این صفحه اصلی بازی بلک جکه. همونطور که میبینین اینجا میتونین مقدار چیپی که هستش رو بزنید، مثلا 100 تومن، 200 تومن، 500 تومن، 1000 تومن تا همینجوری میره بالاتر 100,000 تومن، 1,000,000 تومن. مقدار چیپی که میخواین بزنین رو بزنین اینجا، روش کلیک میکنین میاد اون مقدار شرطی که میخواین بزنین. اینجا دریافت کارت و پاک کردن، مثلا شرط نداشت، مثلا من یه 100 تومن گذاشتم، همین 200 دیگه میذارم، میشه کلا 200 تومن. اینجا میتونم پاک کنم، مثلا پاک کردن بزنم دوباره از اول مثلا 100 تومن رو میذارم و دریافت کارت رو میذارم. حالا کلا بازیش به چه شکلیه؟ خیلی هستن بازی رو بلدن و خیلی هم توشون حرفه‌ای ان، خیلی هم هستن بازی رو نمیدونن. حالا گفتم یه توضیح مختصری بهتون بدم. ببینین شما با دیلر بازی میکنین که اینجاست کارتاش. به دیلر 2 تا کارت اول بازی میده، به شما هم 2 تا کارت میده. شما جمع کارتاتون باید به 21 نزدیک باشه یا خود 21 باشه و دیلر هم همینطور. هر کی جمع کارتاش به 21 نزدیکتر باشه برنده بازی بلک جک میشه. اگر بیشتر از 21 بشه میبازین، اگر جمع کارتاتون کمتر از جمع کارتای دیلر بشه بازم میبازین. حالا کارتا به چه شکلیه؟ آس 11 حساب میشه، 10 سرباز بی شاه هم همشون 10 حساب میشن. خب الان بریم بدونیم، مثلا یه 100 تومن من میذارم، دریافت کارت رو میزنم، 2 تا کارت من 2 تا به دیلر. الان جمع کارتای من 7، جمع کارت دیلرم 10. فقط یه کارتشو میتونیم ببینیم، کارت بعدیشو نمیدونیم چیه. من میتونم کارت بگیرم یا همینجا دیگه ایست کنم و ببینم دیلر چند میاره، ولی خب بهتره که کارت بگیرم. 17 شدم. الان کارت بگیرم کلا باید بیشتر از 4 بیارم میبازم، چون بیشتر از 4 از 21 رد میشه، پس ریسکش نمیارزه. من ایستو میزنم. خب 2 تا 10 تا دیلر بردش، ولی خب منم نمیتونستم ریسک کنم. مثلا یه بار دیگه دریافت کارت رو میزنیم، به من الان 21 داد. ببینید چون دقیق به من 21 داد، یه 10 با یه 11، 21 رو من دادش، من همونجا برنده شدم و اصلا دیگه کارتای دیلر رو نمیخواست دیگه نشون بده. و اگر 2 تا آسم توی کارت اول بده میشه 22 ها، ولی اگه 2 تا آس بیارین اونم باز 21 حساب میشه و پولو برمی‌داریم. یه دریافت کارت دیگه میزنیم، 7 و اونم 4، یه کارت میگیریم 17. میتونم باز کارت بگیرم ولی میتونم نگیرم. حالا کارت ما میگیریم، 23 شد. دیدین جمعش بیشتر شدش و من باختم دیگه، اصلا کارت دیلم نیاز نشد ببینم دیگه. حالا مثلا یه 1000 تومن کلا میذاریم، دریافت کارت رو بزنیم، 12 8 کارت میخوام، کارت رو میزنیم، 18 ایستو میزنم دیگه، اونم 18 شد، چاپ شد دیگه، همون 1000 تومن خودم برداشتم. یه چیز جالب دیگه بخوام تو این بازی بهتون بگم، من وقتی دریافت کارت رو میزنم، خب این باز دوباره بهم 21 دادش، خیلی هم عالی، 1500 تومن برنده شدم. دوباره دریافت کارت رو میزنم، 7 تا 10. ببینین شرط 2 برابر با تک کارت، یعنی من اگه اینو بزنم فقط یک کارت دیگه بهم میده، نمیتونم دوباره باز کارت بگیرم و پول 2 برابر میشه. ولی خب مثلا این واسه عددی که مثلا شما 11 آوردین یا 10 آوردین، اینا که مثلا دیگه هر چی بهتون بده خوبه، ولی واسه 7 من ممکنه که نیاز بشه 2 بار کارت بکشم، اینو نمیزنم. کارت رو میزنم، شد 18. مثلا میتونستم بزنم، دقیقاً بهم 11 دادش دیگه. الان نمیتونم شرط 2 برابر، همون اول باید شرط 2 برابر تک کارت رو بزنم. 20 داد باختم، یه بار دیگه دریافت کارت رو میزنیم، مثلا 12 شرط 2 برابر برای تک کارت رو من میزنم، 22 شد، نشد. الان 2000 تومن شدش. اینجا یه پاک کردن رو میزنیم، میخوایم 1000 تومن بزنیم، دریافت کارت رو میزنم، 19 بهم دادش، خب خوبه، ایست رو میزنم، به اونم 19 داد، چاپ شدش. یه بار دیگه دریافت کارت. بازیش خیلی جالبه و شانسی هم نیستش دیگه، باید مثلا با منطق و اینا برین جلو، ولی خب یه تیکه هایش هم خیلی هم شانسیه، یعنی نمیشه گفت همش چیزه. خیلی اصلا تو این بازی اصلا خیلی حرفه‌ای ان. خب یه کارت دیگه من میگیرم، 18 شد. یه کارت دیگه نمیگیرم دیگه چون ریسکه، ایست رو میزنم، دقیق 21 داد بهش، 4 رو میزنم، کارت میگیرم، شد 14. یه کارت دیگه هم میگیرم، 10 داد شد 24. نمیشه. کلا بازیش به همین شکله. 13 باز دوباره مثلا کارت رو میزنم، 23 داد. خیلی مواقع مثلا میتونی نزنی، مثلا چه میدونم تریک خودش، مثلا 3 تا کارت میگیرین، حالا اون واسه چیزی که واقعا یه نفر جلوتون باشه، حالا اینکه رباته یعنی به صورت رندوم خودش کارت میاره، ولی مثلا میتونین رو 2 تا کارت ایست کنین، فکر کنم مثلا شما خیلی بالا آوردین، هی کارت واسه خودش بکشه، بعد خودش از 21 رد بشه. اونجوری هم مثلا میتونین تریکا رو اینا هم بزنین. من دوباره کارت میزنم، یه کارت دیگه هم میگیرم،
خب 10 بهم داد باز متاسفانه. بریم واسه دست آخرم بزنیم. 17 ایست میکنم. 13 22. ببین از 21 رد شدش، من برنده شدم. بازیش به همین شکله. خیلی بازی جالب و باحالیه. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین، من همراه بودین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.